با عشق جدید خودش خوش و خرم داره زندگی میکنه. مجنون وقتی که این خبر رو شنید از خودش بیخود شد، از جاش بلند شد و اونقدر سر خودش رو به سنگ کوبید که از سرش خون جاری شد. با همون حالت پریشون و فریاد زنان سر به صحرا و بیابون گذاشت. بعد از مدتی حال پدر مجنون بسیار بد شد. پدر مجنون میدونست دیر یا زود از دنیا میره و تنها آرزویی که داشت این بود که فرزندش مجنون رو برای آخرین بار ملاقات کنه. میدونست که فرزندش دوباره سر به صحرا گذاشته. به صحرا و بیابان رفت، با همون حالت بیمار گشت و گشت تا اینکه مجنون رو در داخل یک گودالی شبیه به یک قبر پیدا کرد. در ابتدا مجنون پدرش رو نشناخت، چون پدر هم بسیار مریض احوال بود. وقتی که پدر خودش رو معرفی کرد، مجنون گریه کرد و به پای پدرش افتاد. دوباره از پدرش عذرخواهی کرد و گفت من رو ببخش که اینقدر بهت بدی کردم و هیچ وقت نتونستم فرزند خوبی برات باشم. پدر فرزندش رو از روی زمین بلند کرد و بهش گفت چرا این کارو با خودت میکنی؟ بیا با هم به خونه برگردیم. من دیر یا زود از دنیا میرم و میخوام این چند صبایی که از عمرم باقی مونده رو با هم بگذرونیم. اما مجنون قبول نکرد. مجنون گفت من مدتیه که با این حیوانات درنده دارم زندگی میکنم، از گیاهان دارم تغذیه میکنم. به قدری با این حیوانات اخت شدم که خودم رو شبیه به اینها میدونم و دیگه نمیتونم به جامعه برگردم. پدر وقتی یک نگاه به فرزندش و این حال و روزش کرد، فهمید که فرزندش از دست رفته. با دل غمگین اونجا رو ترک کرد و به منزلش برگشت. بعد از مدتی بر اثر بیماری پدر جونش رو از دست داد. خبر مرگ پدر هنگامی که به مجنون رسید بسیار ناراحت شد. با دل بسیار پردردی به سمت مزار پدرش رفت و مزار پدر رو در آغوش گرفت. مدتی رو در همون حال گذروند تا اینکه پیکی فرا رسید و پیام بسیار مهمی رو برای مجنون آورد. این پیک به مجنون گفت عشقت لیلی برای تو پیامی آورده. مجنون در همون حال زار بود، اما هنگامی که خبر لیلی رو شنید و فهمید که یک پیام براش فرستاده بسیار خوشحال شد. از جاش بلند شد و فریادی از سر شادی سر داد. همونجا درخواست کرد که هرچه سریعتر براش قلم و کاغذ فراهم کنن. فراهم کردند و شروع به نوشتن کرد. جواب لیلی رو میخواست بنویسه. جواب رو نوشت و جواب رو به دست پیک داد. گفت این نامه رو ببر و حتما جواب لیلی رو دوباره برای من بیار. در همین حالت خوش و خرم بود که یک خبر بد براش آوردن و گفتن مادرش هم از دنیا رفته. مجنون دوباره دنیا جلوی چشمش تیره و تار شد. به سمت مزار پدر و مادر رفت. مزار هر دو رو در آغوش گرفت، در حالی که روی سیاه داشت و دلی پردرد. پیک جواب مجنون رو برای لیلی برد. لیلی هنگامی که پیک رو دید از حال و روز مجنون جویا شد. پیک هم داستان رو تعریف کرد. گفت بسیار لاغر و نزار شده و در یک گورستانی در کنار حیوانات درنده داره زندگی میکنه. حال چندان خوشی نداره. لیلی گفت حال و روز من هم تفاوت چندانی نداره. اون در صحرا و بیابان سرگردان شده و من هم در زندان خانه. من هم فرقی با اون ندارم و صبح و شب دارم زاری میکنم. بعد هم از پیک درخواست کرد. گفت اگر میشه یک برنامه‌ای ترتیب بده تا من و مجنون یک بار هم که شده همدیگر رو از نزدیک ملاقات کنیم. پیک پذیرفت. پیک به نزد مجنون رفت و گفت خودت رو آماده کن. در فلان روز در فلان نخلستان برو که لیلی هم قراره به اونجا بیاد و اونجا میتونید همدیگر رو ملاقات کنید. مجنون وقتی که اینطور شنید بسیار خوشحال شد و در پوست خودش نمی گنجید. لیلی به پیک گفته بود که من یک زن متأهل هستم. حتی با اینکه از زندگی خودم راضی نیستم، اما نمیخوام بیشتر از 10 قدم به مجنون نزدیک بشم. پیک هم پذیرفت. گفت مشکلی نداره. من هم به مجنون میگم که زیاد به تو نزدیک نشه. هر دو به نخلستان رفتند و لیلی در گوشه‌ای پنهان شد. اما هنگامی که مجنون از دور معشوق خودش رو دید از هوش رفت. لیلی به مجنون نزدیک شد و در 10 قدمی مجنون قرار گرفت. از بوی زلف لیلی مجنون دوباره هوشیاری خودش رو به دست آورد و از جای خودش بلند شد. یه مقدار با همدیگه صحبت کردند
کردند و بعد هم لیلی از مجنون درخواست کرد، گفت اون اشعار عاشقانه‌ای که در وصف من گفتی اگه میشه اونها رو برای من بخون. مجنون شروع به خوندن اون اشعار عاشقانه کرد. مجنون اشعار رو خوند، آواز خودش رو هم سر داد و زمان بازگشت فرا رسیده بود. لیلی از همونجا خارج شد و به منزل برگشت. مجنون هم دوباره سر به بیابان گذاشت. هر دو بسیار ناراحت و غمگین بودند. بعد از مدتی ابن سلام همسر لیلی دچار بیماری شد. تب شدیدی کرد، این بیماری گسترش پیدا کرد و در نهایت بر اثر این بیماری از دنیا رفت. به رسم اعراب در اون دوران زنی که شوهرش رو از دست میداد 2 سال تموم باید برای شوهرش عزاداری میکرد. لیلی در تمام این مدت در حال گریه و زاری بود و حال و روز خوشی نداشت، اما هنگامی که در جمع بود و در کنار خانواده همسرش بود ظاهر خودش رو حفظ میکرد و مدام میگفت و میخندید. الان فرصتی پیش اومده بود تا بعد از مدتها خلوت کنه و به یاد عشق از دست رفتش مجنون بیفته. به همین دلیل مرگ همسرش رو بهونه کرد و از اطرافیان خواست تا اون رو تنها بذارن. همین کار رو هم کردن. منزلش رو خالی کردن و لیلی مدام در این مدت گریه و زاری میکرد و به یاد مجنون افتاده بود. در این دوران فردی به اسم زید به سمت مجنون رفت و بهش گفت مژده بده که دیدار یار بسیار نزدیکه. ابن سلام شوهر لیلی از دنیا رفته و احتمال داره شما 2 نفر دوباره به هم دیگه برسید. مجنون وقتی این رو شنید بسیار خوشحال شد. 7 دفعه دور خودش چرخید و فریادهای از سر شادی سر داد. همین داستان رو زید برای لیلی تعریف کرد. گفت نظرت چیه؟ مجنون همچنان عاشق توئه. لیلی هم پذیرفت. گفت اگر میشه ترتیبی بده تا یک بار هم که شده همدیگر رو ملاقات کنیم. زید پذیرفت. زید همین داستان رو برای مجنون برد. گفت لیلی خواهان دیدار توست. مجنون بسیار خوشحال شد. مجنون خودش رو آماده کرد و به سمت کوی لیلی به راه افتاد. تمامی حیوانات درنده‌ای هم که در این مدت باهاش اخت شده بودن هر جا که مجنون میرفت به دنبالش راه میافتادند و مانند یک سپاه برای مجنون شده بودند. مجنون با همون حیوانات درنده به سمت کوی لیلی رفت. به اونجا رسید و لیلی هم از منزل خارج شد و 2 نفر همدیگر رو ملاقات کردند. از اونجایی که مدتی از همدیگه دور بودن و نمیتونستن عشقشون رو ابراز کنن، همین که چشمشون به همدیگه افتاد از حال رفتن و بیهوش شدن. چون حیوانات درنده اون اطراف بودن کسی جرأت نزدیک شدن نداشت، ولی زید به اونها نزدیک شد و بر صورت هر دوی اونها گلاب پاشید. این 2 نفر دوباره به هوش اومدن. وقتی که همدیگر رو یافتند همدیگر رو در آغوش کشیدند و کلی با همدیگه رازهای عاشقانه رد و بدل کردند. مجنون دوباره شروع به آواز خوندن کرد و اشعار عاشقانه‌ای رو در وصف زیبایی‌های لیلی گفت، ولی باز هم دلش طاقت نیاورد. مدتی گذشت، دوباره مجنون از حال خودش بیخود شد و سر به بیابان و صحرا گذاشت. لیلی هم وقتی این صحنه ها رو میدید بسیار افسرده شده بود. وقتی که میدید عشقش دچار دیوانگی و جنون شده و هیچ چیزی رو تاب نمیاره. لیلی بعد از روز دیدار بسیار ناراحت شد و با حال و روز مجنون بسیار قصه خورد. هنگامی که پاییز اومد لیلی بیمار شد و به نزد مادر رفت. به مادرش گفت مادر رازی دارم که باید به تو بگویم. در تمام این مدت من همیشه عاشق مجنون بودم. اکنون عمر من به سر رسیده. من رو مانند یک عروس زیبا آرایش کنید و با لباس زیبا در کفن کنید و مانند شهیدان با کفن خونین به خاک بسپارید که من شهید راه عشقم. بعد از مرگ من مجنون بر سر مزار من میاد. اون رو عزیز بدارید و به چشم خاری و دیوانه بهش نگاه نکنید. او یادگار من در این دنیاست. بهش بگید من همیشه عاشقش بودم و هنوز هم هستم و در اون دنیا منتظرش خواهم بود. این رو گفت و به دیار باقی شتافت. خبر مرگ لیلی هنگامی که به مجنون رسید فریادی از سر خشم بلند کرد. مجنون با حالت بسیار زاری خودش رو به مزار لیلی رسوند. مزار لیلی رو در آغوش کشید، آنچنان عربده‌ای میزد که دل هر جنبنده‌ای رو به رنج می آورد. مجنون لیلی رو خطاب قرار داد و گفت ای زیباروی من، در تاریکی خانه چگونه روزگار می‌گذری؟